سر آهروان نداره. پس اینم رد میشه. سنگ بعدی بچه ها این سنگه. این سنگ هست، احتمال بسیار زیادی داره که این سنگ یک شهاب باشه. یکی اینکه چون خودم پیداش کردم و دوم اینکه بین 1000 تا سنگ سفید این سیاه. امتحان کنیم. حتی من قبلا امتحان کردم، میخوام این بار به شما هم نشون بدم. ببینید دوستان، دست من فقط همین، اجازه بدید من حلقه‌مو در بیارم.